گاهی همه چیز ساکته، نه صدایی، نه همراهی، نه امیدی. تنهایی مثل سایه‌ای سنگین روی دل آدم می نشینه. انگار دنیا فراموش کرده که منم هستم. اما یه جایی، یه نقطه کوچیک از نور توی دل تاریکی چشمک میزنه. یه فکر، یه رویا، یه جرقه کوچیک که میگه هنوز تموم نشده. من از همین سکوت، از همین تنهایی شروع میکنم. با یه قدم، با یه تصمیم، با یه باور. آینده هنوز نوشته نشده و من با تمام وجودم میخوام نویسنده روزهای روشن خودم باشم. هر شکست یه درس بود، هر اشک یک آینه. و حالا وقتشه که بلند شم، قوی تر از قبل. من اینجا هستم برای ساختن، برای درخشیدن، برای رسیدن. این فقط شروع مسیر موفقیت، شروع زندگیی که خودم انتخابش میکنم.